رشید خوجمقولov بشنوید. صدرالدین که در همان 3 روز تعطیلی هر هفتگی که آنها را روزهای استراحت و دمگیری می نامیدند، با نوبت جامشویی ملا عبدالسلام، ملا قاسم و قاری بیگی را ادا می نمود و به بیبی خلیفه دهه ساکتری، به معلمه مکتب دختران که به وی جامشویی را یاد داده این کار در مدرسه به تو در کار می شود گفته بود، منتداری و تشکرها می فرستد. همین طور او با اکاش سید محی الدین خواجه در سال تحصیلی 1890-1891 در مدرسه میری عرب که در آن زیاده از 300 نفر ملا بچه و طالب علم و ملای ختم کرده اقامت داشتند، همانجا جلد 6 صفحه 220 استقامت کرده، هم روز 3 درس می خواند. به گفت خود او 2 این درس ها از نحو زبان عرب کافیه بود، همانجا جلد 6 صفحه 217. در این زمان صدرالدین خدمتش را در نزد آن 3 ملای هم‌آش دوام می‌داد. صدرالدین در آن شب و روز از روی ترتیب بسیار بی نظام و بی منطق تعلیم و تحصیل مدرسه های بخارا آموزش همان کتاب نحو زبان عربی کافیه فی النحو را از پایان ترش، از جای آسان ترش در نزد ملا عبدالسلام آغاز می نماید. او باز یک باب دیگری کافیه را در پیش ملا بازار نام مدرس دیگرش که نو ختم کردگی بوده هنوز به جای مدرس نشودگی بود، همانجا جلد 6 صفحه 217، و از همسایه دهه ملا عبدالسلام از دهه دهنوی عبدالله جان بود و استقامتگاهش مدرسه بدلبیگ بود دوام می دهد. عادتا در نزد این دامالله‌های کنجکی ملا بچه صدرالدین زیاده از 4 نفری که همه اشان هم تومنها و هم دیهه هایشان بودند درس نمی خواندند. صدرالدین از آن 3 درس نخستین سال تحصیل 1890-1891 درس سومش مختصر الوقایه را که در اساس آن آموزش و درک و فهمیش مختصری مسئله های فقه مسلمانی و عقاید شریعت گذاشته شده و از جانب فقیه علی مرغنانی در عصر 12 نوشته شده بود، با توصیه متولی مدرسه میری عرب در پیش ملا عویز خوجندی سر کرد. ملا عویز خوجندی از روی معلومات خود عینی از بین آن 2 ملای کنجکی در بالا نامبر شده ملا عبدالسلام و ملا بازار با معرفت‌تر و داناتر و دانشمندتر بود و او به شاگردان ملا بچگان درس را نسبت به نامبردگان دقیقتر و بهتر و آسانتر و مفهومتر یاد میداد و میفهماند. موافق گفت عینی، اسلوب و طرز تعلیم ملا عویز خوجندی کاملتر و دقیقتر و مشخصتر بوده. درسهایش از شرح و توضیح بی‌معنی خطبه‌ها، مقدمه‌ها و مانند آنها دور بودند. بعدها عینی 10 دکبر سال 1948 در مکتوب جوابیش به نامه پسری این یکی از نخستین دامالله‌های کنجکیش ملا عویز خوجندی چنین نوشته بود: من در سال 1 سال تحصیل 1890-1891 صاحب تبرف، هنگامی که از دیه آمدم در نزد پدری شما می خواندم معارف و مدنیت، سال 1977 16 ایون.
همینطور عینی در سال نخستین تحصیلش در مدرسه از 3 ملای کنجکی، ملا عبدالسلام، ملا بازار و ملا عویز خوجندی به گرفتن تعلیم و تربیه مدرسگی شروع نموده است. در همان سال تحصیلی 1890-1891 احوال مادی و معیشی و مالیوی عینی نهایت بد بود. او در آن سال تحصیل پایافزال نداشت و تمام زمستان سالهای 1890-1891 را بی مسحی با یک کفش سریپایی بلغاری محل دوخت گذرانید. خود عینی به یاد می آورد که هر شب بعد از شام در تمام 6 ماه تحصیل در مدرسه بی مسحی با یک کفش سریپایی بلغاری محل دوخت که از آن آب هم می گذشت در قطار دیگر ملا بچگان و طلبگان خردسال سال نخستین تحصیل در روی صحن بالاگشاده مدرسه میری عرب درسهایش را تکرار می کرد و اساسهای علمی مدرسگی زمانش را از بر می نمود. صدرالدین از امکان راه یافتنش برای تحصیل در مدرسه خرسند گردیده باشد هم در آن سال یکم تحصیل 1890-1891 از روزهای اول و اساسهای علم و دانش درست و مکمل و پر بهره‌ور نمی گردد. او سبب این واقعه را به طور ذیل بیان کرده است. من با همین خرسند بودم که برای خواندن در بخارا راهی یافتم، اما آن سال از خواندن بهره نبردم. من 3 درس می خواندم. کتاب‌های درسی عربی بود. دامالله‌ها به تاجیکی ترجمه کرده می دادند، اما فهماندن نمی توانستند و امر می کردند که عبارت کتاب را با ترجمهش یاد کنم. خیریت که این وظیفه دادگیشان را نظارت نمی کردند. با وجود این من به یاد کردن کوشش می کردم. من با ملا بچگانی نو درس شبها در روی صحن مدرسه درس تیار می کردم. هوا چقدر سرد، حتی برف هم باشد، ما این کار را ترک نمی کردیم. بعضن چنین واقعی می شد که برفی روی سنگ را با آستین جامه رفته در آنجا نشسته درس تکرار می کردیم، چون که دامالله‌ها به ما هر چقدر کس در راه علم، ریاضت، سختی عذاب کشد همان قدر خوب ملا می شود گفته تعلیم می دادند. من یک جامه پختناک داشتم که وی را پوشیده خود را به وی می پیچاندم. آن وقت در بخارا خصوصا در مدرسه کمزول و بروق پوشیدن رسم نبود. من مسحی هم نداشتم. با پای برهنه با کفش بلغاری محل دوخت در برف و لای می گشتم که پاهایم می کفیدند. کفیدگی پای را از شمعی در گرفته ایستادگی روغن چکانده دوام می کردم. صدرالدین عینی، کلیات جلد 1 صفحه های 28-29. از روی تصدیق عینی گرچندی در مدرسه میری عرب زیاده از 300 نفر طلبه ملا بچه و ملای ختم کرده استقامت می کرد، ولی در بین آنها یگان نفر شعر و ادبیات دوست موجود نبود و وا نمی خورد. صدرالدین نو ملا بچه از بین آن 300 نفر ملا بچه و ملای ختم کرده مدرسه میری عرب از جمله هم آشان تنها شریک در ثانی اکش ملا حامدی خجدوانی و زین الدین خواجه میرکلالی را می‌یابد که آنها به معنی‌های سرود و ترانه‌ها دقت نداده، تنها در هواهای گوناگون غزل سرایی می‌کردند و خلاص. در حجره‌های آنها کتاب‌های درسی هم نبود و غیر از بعضی کتاب‌های مناقبی شیخ‌ها دیگر چیزی دیده نمی‌شد. اما جمع بست می کند عینی در آنها از ادبیات یک غزل هم نبود. صدرالدین عینی، کلیات جلد 6 صفحه 220.
صدرالدین از بین ملابچگان و ملایان مدرسه میر عرب شخصانی شعردوست و ادبیات پرور را می جست و یا در پی کافتن و یافتن دیوان و کتاب و بیازهای شاعران پیشینه در حجره های آنها می گردید. در نتیجه چنین جستجوی و کافت و کاوها صدرالدین ملابچه در همان سال تحصیل 1890-1891 از یکی از دکانهای کتاب فروشی بازاری کتابچه بیازی در هندوستان چاپ شده محمود و ایاز را دریافت می کند و آن را با نرخ 1 تنگه 15 تین می خرد. این 1 تنگه از همان 5 تنگه‌ای بود که صدرالدین از ساکتری با خود آورده بود. چنان که عینی می نویسد: بیاز محمود و ایاز را یکی از شاعران بیکارمانده خوش‌حوصله هندوستان با اصول بیت برک برای هر حرف الفبای عرب 1 غزل گفته وی را ترتیب داده است. همانجا جلد 6 صفحه 222. همین طور صدرالدین اولین شده یکی از آن 5 تنگه را با شادمانی به خرید بیاز محمود و ایاز صرف و خرج کرده با همین صاحب نخستین کتاب شخصی خود می گردد. او پس از 60 سال آن وضعیت و شادمانی خیش را بعد از به دست درآوردن کتابچه بیاز محمود و ایاز این طور به قلم داده است: آن روز در مدرسه میر عرب برای من نوروز بود. آن روز یک روزی نوی بود که از غیر چشم داشتی من به من بختی نو آورده بود. کتابچه را به دست گرفته دوان دوباره به حجره برآمده شتابکارانه وی را ورق زده سر تا پایش را از نظر گذرانیدم. در آن وقت آن کتابچه در نظر من چنان مهم نمود که به دنیاها می ارزید. اگر فروشگار برای من آنقدر مهم بودن آن کتابچه را می فهمید، به همه دارایی نقدینه من که 3 تنگه 45 تین بود نیز آن کتابچه را به من نمی داد. جلد 6 صفحه 222. چنین بود مهر و محبت شاعر و ادیب بزرگ آینده تاجیک به ادبیات بدیعی و مخصوصاً به شعر و شاعری. همان که او نخستین روزی به دست آوردن کتابچه محمود و ایاز را نوروز و بختی نو برای خود می شمارد، همان که قیمت و ارزش آن را در آن وقت سال 1890 با نرخ و ارزش دنیا برابر حساب می کند و همان که اگر لازم می شد برای خریدن این کتابچه همه دارایی نقدینه خیش را که همگی از 5 تنگه از ساکتری آوردهش 3 تنگهش باقی مانده بود صرف می کرد، معلوم خواننده می گردد که این ملابچه از سال نخستین تحصیلش در مدرسه به خوانش و قرائت کتاب‌های بدیعی و میلی بی اندازه به آموزش ایجادیات سرآمدان نظم کلاسیکی فارس تاجیک داشته است. اقتباس فوق برای تمام همزبانان راقم این سطرها باز وظیفه تربیوی را ادا می نماید. یعنی این اقتباس ملی آنها تاجیک زبانان عالم عصر 21 و عصرهای من بعد را به آموزش آثار ادبی و بدیعی خلق تاجیک دعوت می کند. صدرالدین طالب علم از بین استقامت کنندگان مدرسه میر عرب با معصوم خواجه که محمود گو لقب هم داشت و دادر او پیرکی 15 ساله که همسن و سال او بود شناسایی و نزدیکی زیاد پیدا می کند. او در جریان همین سال تحصیل
مخصوصاً با پیرک انس می گیرد، دوستی و آشنایی پیدا می کند و نزدیک و الفت می شود. صدرالدین با توسط این شناسایی و قرابت و انسگیریش با پیرک که به وی می گفت من زبان روسی را می دانم، اولین بار از او بعضی کلمه و جمله های این زبان را می آموزد و یاد می گیرد. در حقیقت پیرک در بین همه استقامت کنندگان مدرسه میری عرب یگانه کسی بود که یگان کلمه و عباره روسی را می دانست. این زبان روسی را دانستن او ملا بچه صدرالدین را به حیرت نآورده نمی توانست. در نتیجه همین صدرالدین از پیرک یک چند کلمه روسی را یاد می گیرد و از خود می کند. حتی پیرک و صدرالدین گاه در اساس با هم پیوستن و مرتب ساختن این و یا آن کلمه روسی با یکدیگر و ترجمه تاجیکی آنها برای خود گویا لغت روسی تاجیکی نیساب و سیبیان می سازند. نتیجه همین تجربه لغت سازی چنان که عینی در یادداشت ها می آرد تا امروز از زبان هر دوی آنها بیت در شکل شیر و شکر ملمعات برای آیندگان باقی مانده است. بیان این لحظه به طور ذیل افاده خود را یافته است. پیرک از من التماس کرد که این نصاب و سیبیان را با نصاب و سیبیانی سرمایه بچگانی اولی یک جا نوشته بینم که هر دو با هم موافق شدند یا نه. من دو مصرع را در یک جا نوشته خواندم. لیدین یخ، چسی ساعت، خلیب نان، سنگ برف و دوشه جان، داشت باران. صدرالدین عینی، کلیات جلد 6 صفحه 232. از این شناسایی، دوستی و جورگی صدرالدین با پیرک باز یک پهلو و لحظه جالب دیگری فعالیت او از ماه‌های نخستین تحصیلش در مدرسه روشن می‌گردد. این لحظه به داشتن قابلیت معلمی و درسگویی او علاقمند است. وقتی که صدرالدین می‌فهمد که پیرک غیر از خواجه حافظ خودش از دیگر کتاب‌ها از جمله از کتابچه محمود و ایاز یگان سطر و یگان مصرع خوانده نمی‌تواند، یعنی پیرک مانند بیشترین مکتب بچگان آن زمان از مکتب نسخه خوان شده برآمده بوده است، کلیات جلد 6 صفحه 231. او در مدت چند ماه تا بهار سال 1891 خواندن و نوشتن را به او نشان می‌دهد. پیرک اول کتابچه محمود و ایاز را خوانده می توانستگی شد و آهسته آهسته از عهده خواندن خطهای خواناتر دیگر هم می برآمد. صدرالدین معلم 15-16 ساله پیرک همان فعالیت معلمی سال تحصیل 1890-1891 خیش را در یادداشت‌ها به طور ذیل جمع‌بست کرده است. بعد از آن او را، پیرک را، از روی همان کتابچه محمود و ایاز صاحب تبرف. این کتابچه بیت برک محمود و ایازی یکی از شاعران بیکارمانده خوش‌حوصله هندوستان جلد 6 صفحه 222 با یکی از 7 مثنوی سبع سیاره، حسن گل و سوز، شعله دیدار، ذره و خورشید، آذر و سمندر، میخانه، سلیمان و بلقیس و محمود و ایازی شاعر عصر 16 ایران مولانا حکیم زلالی خانساری رابطه‌ای ندارد، گرچند آن محمود و ایاز خیلی شهرت یافته و بارها کتابت گردیده بود. به خط نویسی در آوردم.
اولها نسخه برداری می کرد. وقتی که دستش به قلم رام شد، از پیش خود هم بعضی چیزها را نوشتن گرفت. به همین طریقه تا بهار سال 1891 نیمکاره باشد هم خط و سواد برآورد. همانجا جلد 6 صفحه 232. همین طور صدرالدین ملابچه از سال نخستین تعلیم و تحصیلش در مدرسه تجربه اولینی در ساحه معارف و مکتب و معلمی به واسطه برآوردن خط و سواد نیمکاره پیرک به دست آورد. او بعدها همین تجربه را در کار تعلیمش به بعضی ها از جمله به دادرش سید سراج الدین خواجه، یگان ملابچه در مدرسه، به طلبگان در مکتب جدیدی میرزا عبدالواحد منظم، در مکتب‌های شورایی و به دانشجویان دانشگاه دولتی ازبکستان به نام نوایی، به اسپیرانتان و دکترانت‌های تاجیکستان و ازبکستان ادامه و انکشاف داد. شناسایی نخستین به صدرالدین چه با بعضی صوت و سرود و چه غزلخوانان و رامشگران در روزهای تعطیل همان سال تحصیلی 1890-1891 با توسط همین پیرک میسر می گردد. در همان سال تحصیلی 1890-1891 صدرالدین با توسط پیرک باری نخست بعد از خدمت در نزد هم آشام ساعتهای 10 شب یکی از روزهای سه‌شنبه در حجره یک کرواق اکی پیرک مخدوم گو معصوم خواجه با چگونگی هنر و صنعت حافظان نامداری بخارایی ملا حامد صوتی و زین الدین خواجه شناس می شود. آنها در شش مقام خانی در آن سالها در دایره همکسبان خود در بخارا استای نامدار بودند و شماریده می شدند. ملابچه صدرالدین از همان سال اولی تحصیلش در مدرسه مخلصی صادق و دائمی چنین شش مقام خانان می شود و از همان وقت سر کرده به هر کدام آنها بهای سزاوار و مناسب می دهد. او آواز ملا حامد را که صوتی تخلص داشت روغنی و شکمی و سرنیوار دراز می حسابید، اما آواز زین الدین خواجه را روغنی شمارت هم در گرفتن آوازهای بعضی هواها کوتاه می شمارید. پیرکی جوره اش باشد در زیر هوای افر در اجرای آنها خیلی ماهرانه و نادرکارانه می رقصید. همه این بهاها از سال اولی تحصیلش در مدرسه نشانه از ذوق و هوس بی اندازه بلندی استتیکی و صنعت دوستی داشتنی ملابچه صدرالدین گواهی می دادند. همین طور او بعد از حافظان دهه‌های ساکتری و محله بالا از سال اولی تحصیلش در مدرسه نخستین بار با مهارت حافظی شش مقام خانان مشهوری بخارا شناس می گردد که این باری دیگر ذوق و هوس و بعدها مهر و محبت او را به شش مقام و شش مقام خانی و شش مقام خانان خیلی می افزایاند و زیاد می کند. در عین زمان صدرالدین از همین سال 1891 با توسط پیرک و برادرش مخدوم گو معصوم خواجه امکان پیدا می نماید که با فتوان و جوانمردان و عالی همتان بخارا و گروه آدمان دلیر و جسور و شجاع این شهر که به حمایه مزدوران و کمبغلان و نیازمندان و محتاجان می آمدند نه تنها از نزدیک شناس می شود، بلکه خود او با آنها قرابت پیدا می کند، دل می بندد و انس هم می گیرد.
صدرالدین از آغاز سال 1891 بعد از شناسایی چی چونین جوانمردان و فتوان را می پرستد، چی بروزی برود بر این دهها اوباشان و شوریده انگیزان و شورپوشتانی گذرا و آلفتگان و بیباک و بی تکلفانی رزیلی خود را جوانمرد حساب کننده لعنت و نفرتی بی انتها پیدا می کند و چی مهر و محبت و لطف و مرحمتش را به مخدومی گو معصوم خواجه بر این بسیار آدمانی ناترس و بیبیم، بیباک و جسور، دلیر و شجاع و دلاوری حقیقی و اصیل و حمایتگرانی خلق مظلوم سال تا سال می افزایاند. با همین در روزهای تعطیل هر هفته‌ینه سال تحصیلی 1890-1891 سفر و گردش و مشاهده های صدرالدینی به بلاغت رسیده ایستاده همراه پیرک به بسیار جایهای جالب دقت بخارا بیش از پیش زیاد می شود. از جمله او درباره چگونگی بازاری ریسمانی بخارا که مکانی دهشت و جلادی، قتل و کشتاری هزارها آدمانی بیگناه حساب می یافت و آنجا را باز کوششخانه آدمان هم می نامیدند، از حکایه های پیرک تصوری پریأس و علم پیدا می کند و تدریجاً در دلش نشانه های نفرت به ظالمان خلق مظلوم ریشه ناعیانی می دوانند. پیرک آنها را، دکانچه ها را به من نشان داده گفت: یک شاعری بیکار مانده مضمونی در یک جا واقع شدن کوششخانه آدم و بازار ریسمان را به کار برده شعر زیرین را گفته است: دل برده از کفم صنمی ریسمان فروش، یاران کنون سری من و بازار ریسمان. صدرالدین عینی، کلیات، جلد 6، صفحه 319. شما گفتار 21 را از روی کتاب ادبیات شناسی ورزیده و منقد برجسته تاجیک صاحب تبرف زندگی نامه صدرالدین عینی سالهای 1875-1899 در قرائت عبدالرشید خوجمقولов شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی. شاد باشید.